زخمی شدن عجیب و غیر قابل باور آریانا سعید در دبی. آریانا سعید اکنون در چه وضعیتی و در کجا زندگی می کند؟ وضعیت صحی آریانا سعید چگونه گزارش داده است؟ گفتنی‌های تازه درباره آریانا سعید کاملا و دور از تصور. آریانا و اسیب مصروف چی کار باری بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان هنرمندان افغانستان است. علاقمندان و دوستداران آریانا سعید از مرزهای افغانستان عبور کرده است. وی با سرودن اولین آهنگ دوگانه‌اش با جاوید شریف و سرودن آهنگ افغان پسرک در میان مردم افغانستان شهرت بسزایی کسب کرد. آریانا سعید عاشقانه آهنگ می‌سراید که تاکنون آهنگ‌هایش بازدید میلیونی را در صفحات مجازی از آن خود کرده است. این همه در حالی است که آریانا سعید شهرتش اکنون از مرزهای افغانستان عبور کرده است و تبدیل به هنرمند بین‌المللی افغانستان شده است. آریانا هنرمند بی‌دلیل و موفق افغان در کشور دبی به کارهای سیاسی و تجاریش هم آغاز کرده است. این همه در حالی است که آریانا سعید در دبی برندی از لباسهایش را افتتاح کرده است و در کشور امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان ساخته است. تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی دست به دست می شود که آریانا سعید در کشور دبی زخمی شده است. تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا از طرف آریانا سعید و اسیب سایت معلوم نیست، ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. زندگی خوش و آرامی برای آریانا سعید با جمعی از جوانان کشور از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال باشید. تا درود دیگر، شما نازنینان ارجمند کانال دنیا اینفو را بر لای منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.